من هر روز با حسی قوی‌تر برای انجام دادن کارهای بزرگ از خواب می‌خیزم. با فرمانبرداری خداوند به طریق عبادت و خدمت رسانی بندگان به خاطر رضای خداوند. با انجام دادن این کارها خوشنودی داخلی را به دست می‌آوری. آن چیزی خرده که به دیگران آدم می‌کنی به چیزی بزرگی تبدیل یافته به خودت برمیگردد. اگر آن احساس خوشنودی نباشد، بسیاری از آدمان از کردن کارهای خوب دست می‌کشند. خدمت رسانی همدیگر انسان‌ها را متحد می‌کند. با پهن کردن مهر، محبت و همدیگر فهمی بین آنها. بعضی آدمان فکر میکنند که کمک رساندن تنها برای آرامش دل است، اما پیامبر خدا ما را آموزانده است تا کمک رسانی را چیزی بزرگتر دانیم، آنگونه‌ای که خود او سلمان فارسی را به دادن طلا کمک کرد تا خودش را از غلامی آزاد کند. وقتی که همکارم را در حالت مشکلی مالیوی دیدم، هر روز احوالپرسی مایک عادتی من شده بود. وقتی به چهره او نظر کردم، من فهمیدم که او چه مشکلاتی دارد و از او مشکلاتش را پرسان شدم. او به من گفت که فردا واخوری خیلی ضروری دارد و برای آن شیم و کاستیوم لازم است که او شرایط خریدن آن را ندارد. او این امید را از من نداشت که من او را در این مشکلاتش یاری میرسانم. او نه تنها منتداری بیان کرد، بلکه مرا نیز به واخوری که بار اول با پدرش وا میخورد دعوت نمود. من نیز دعوت او را قبول کردم و این سرآغاز دوستی ما بود. محمد صلی الله علیه و سلم شخصیتی بود که حتی شخصان ناشناس با دیدن رفتار و کردار او را دوست می داشتند و به درستی که خود او به ما آموزانده است. بهترین شخص کسی است که فایده اش به مردم زیادتر می رسد. خود او نیز هیچگاه فرصتی به مردم خدمت کردن را از دست نمی داد. این مرد را پرسیدم تا شاید کمکی به او رسانده توانم، ولی او خواهش مرا رد کرد. این خیلی دردناک است دیدن شخصی که در مشکلی است و علاوه بر این به او کمک نرساندن. در این هنگام قصه پیامبر را به یادم آوردم، هنگامی که او به زن یاردم رساند تا بارهایش را ببرد. من نیز بار دوم خواهش کردم تا به او کمک کنم. هنگامی که این کار را انجام دادم، او به من تبسم کرد، مثل که مایک به من تبسم کرده بود. من نیز به او تبسم کرده گفتم خوش آمدید به همسایگی ما. اما این قصه به آخر نرسیده است. سخنان پیامبر درباره خدمت رساندن خیلی زیاد است. مثل عملهایش در این باره به حسابند. او نه تنها خودش خدمت رسانی مردم بود، بلکه دیگران را نیز تشویق به این عمل می نمود. او نمونه رهبریت خدمتگزار را به ما نشان داد و ما را آموزانده است که خدمت رساندن افتخار است و رهبریت مسئولیت است. آن روز خیلی سرکار بودم و با کوشش زیاد به واخوری مایک و پدرش رفتم. وقتی من داخل شدم، مایک از جایش خیست و ما را با پدرش شناس نمود. بعضی ها میگویند این دنیا خرد است، اما من میگویم این دنیا دنیای الله است. آن شب من و پدر مایک خیلی در هیجان افتادیم و وقتی که واخوریمان به انجام رسید، او مرا پرسید از کجا هستی؟ گفتم امریکاییم، مسلمان امریکایی. پیامبر خدا گفته است هر کسی که مشکلات مردم را در این دنیا آسان میکند، خداوند مشکلات او را در روز قیامت آسان میکند. الله در خدمت بندگان است تا دمی که بندگانش در خدمت برادرانشان باشند. رسول الله رفشانی سنت توتاها و فروزان است. خدایا محبت رسولت را در دلهای مردم جای بگردان و با محبت او محبت خودت را نصیب ما بفرما.